آها یعنی تو خاک شماست؟ بله 2.5 سانتی تب ماسون اگه چیز میکنیم چکش بیار آقا. حالا 2.5 سانتی خب که مولوی صاحب ایره که چیزو میزنن تغییر میکنه. اگر شما که ما مشکلی نداریم ما مشکل نه خب ما تصمیم ما در مجموع 2.5 سانت تو خاک شماست. حالا خودتون میدونید 2.5 سانتی میشه که ایره کت کشو طرف ببریم شاید یک طرف نیست با چکش میزنیم اون مشکل. ولی 2.5 دومره ده همونه یعنی خود این 2.5 سانت. ها یه بندازه بر از امون تفاوت داره دقیقه بر نداره دومره تفاوت قبول هستید؟ نه آقای مهندس ما تنها تصمیم گرفتن نمیتونیم. نه من میگم که قطر نه منظورم از ما نه منظورم از ما ماست مثلا ما باید از تفاهم الان میزنیم حله پس کو خیره چیز کو خب بلند کنید الان یه نگاه ببین درست شد چقدر اومدی بی اینر صاحب بخوان گشته ای باشون جسم فرش میکنم خیلی خود تغییر نکرد تغییر نکرد اینا باز باید از دزگام چی شود پس خب چیز داره چون ضربه زدم ممکنه چشمیش معلومه ببین چشمش با چشمیش تغییر نه مولوی صاحب 2.5 سانتی خو اینمی چیزا که زده این کج است شما ببینید ما گفتم که سه شما شاید اینمی کجی از این که شما شیب یه مقدار بعدش بیاد بيخي سي هو زين چی شد؟ نه الان نگاه حالا کرد صحیحه صحیح جابجا که شد نگاه کن بندش کن شما نگاه کن باز توجیه کن